خب سلام بچه‌ها. حقیقتش مشکلی پیش اومده. یکم بچه‌ها حالشون خوب نیست. مجبور شدیم بیارمشون اورژانس فرید کنار. برو. ما دوباره زنده موندیم بچه‌ها. یه اتفاقی واسمون افتاد که نگم واسهتون. خیلی شانس آوردیم الان زنده ایم. هم منم وحید. یعنی خدا بهمون رحم کرد. خدا جوونیمونو بهمون دوباره برگردون. چیم غرق می‌شدیم. بعد همین رو بهتون بگم. یعنی 30 ثانیه دیگه اگه مردم نرسیده بودن ما مرده بودیم. من با حالم بهتره ولی وحید خیلی آب خورد. خیلی اوضاعش داغون بود. بعدیم جفتمون سرم زدیم. دیگه الان کارمون تموم شده. دیگه کم کم باید بریم. فقط باید پرستارا بیان این سرمون رو بکنن اینجا بریم. حالا میریم قشنگ اینجا که رفتیم کل ماجرا رو براتون توضیح میدیم که قضیه چی بوده. بچه‌ها ما نجات پیدا کردیم. خیلی شانس آوردیم نجات پیدا کردیم. الان اومدیم میگن همیشه قاتل به صحنه جرم برمیگرده. اومدیم به صحنه جرم برگردیم. بهتون نشون بدیم کجا داشتیم غرق می‌شدیم. بیاید. خوشحالم از اینکه زنده‌ام. ما رو سرویس کرد. به خاطر این نزدیک بمیریم. حالا یه تیکه ویدیو هست می‌بینید خودتون. این قرار بود بمیره بعد من رو برانکارد دراز کشیدم. جالبی اون ویدیو می‌بینید چیه؟ اماد روی برانکارد دراز کشیده من دارم اماد هول میدم. اماد بیا بریم. انگار که اون کسی که غرق شده منم. اماد کسی که ناجیه بوده. آبرو حیثیت ما رو همه جا برده. می‌بینید این دریای نامرد که میگن قشنگه، حالا قشنگی خودش هم داره ولی این دریا نزدیک بود ما رو به کشتن بده بچه. دریا بهمون است این نزدیک ما رو به کشتن بده. خب بگو توی که شنا بلد نیستی چرا میای دریا؟ آقا مسیری که ما رفتیم اولش ما تا این بالا این بذار نشون بدیم. رضا بیا از جلوتر. بچه‌ها ما تا اون وسط رفته بودیم همه چی عادی بود. خب موقعی که به ما گفتن بیاین این ورتر خب به ما گفتن برید اون ورتر. خب ما از اون ور خواستیم برگردیم بیایم لب ساحل که یه آبی بخوریم یه چیزی بخوریم. رضا اماد شنا بلدم خب اینا شنا کردن رفتم ولی من چون داشتم رو پنجه پام راه میرفتم گیر کردم دیگه یهو من زیر پام خالی شد. الان بیا پایین‌تر. دقیقاً بچه‌ها اینجا ما لباسامون رو گذاشتیم اونجا ما کلی عکس گرفتیم و بچه‌ها همه عکسای یادگاری گرفتیم کلی عکسای زیبا گرفتیم. قرار بود بشه عکسای آخرمون. حالا پس فردا تولدش هم هست نزدیک بود. روز تولدم بشه روز اول خاکمون. روز ولد میگن بلد نه ولادت دیگه. شهید میشد یا شهید چی میشدم خدا. قبل اینکه ما وارد بخوایم چیز بشیم بچه‌ها بریم اونور اماد اینجوری کرده ما تو این 3 روز لاکچری ترین زندگیمون رو کردیم الان حال میده اینجوری بمیره آدم مثلا توی بهترین جا بمیره. آره به خدا هنوزم اگه پایه‌ای می‌خوای لباس بکنیم بریم یه خور اصلا اینقدر آجی بیا بریم تو جونم. ترس چی میگن ترس برادر مرگه. اینجا بوده چقدر عکس گرفتیم اینجا کلی بچا عکس گرفتیم اونو میبینی اونجا رو کایاک واسطه ما هم اونجا بودیم از اونجا یه 100 متر اومدیم این و اونجا بود تقریبا اونجا اومدیم برگردیم بیایم اینجا یه استراحتی کنیم یه آبی بنوشیم یه چیزی بزنیم دوباره بیافتیم تو آب که دیگه اصلا برنگشتیم اصلا اونجا مستقیم رفتیم بیمارستان. خب بذار داستانو چیز کنیم بچا داستان بزنم بهتون ریز بگم اون افتاد از کایاک چشم چقدر شوره ما یارو از کایاک افتاد جفتشون افتادن موجو نگاه کن خب جفتشون از رو کایاک افتادن. آره داشتیم میگم بچا من با آقای مسابقه گذاشتیم به سمت ساحل به سمت اینجا مسابقه گذاشتیم که اگه سریعتر برسه. این بین من اینجوری بودم داشتم قدم زنان اینجوری میومدم واسه خودم برای خودش ملو یواش اینجوری داشت میومد. بچا دیگه یه جا بودش که دیگه من دیدم نه مثل اینکه من میخوام برم پایین میرم پایین یه دونه اینجوری جامپ میزنم. آره من دیدم بچا امادینا یه 10 متر از من جلوترن دیدم جلوترم منم اینجا گیر کردم گفتم داد بزنم نزنم اولش گفتم کمک اینا برگشتن فکر من دارم شوخی میکنم اینجا نمیشه تو رو برگشت من نگاه کرد بعد به شنا کردنش ادامه گفتم با دارم خفه میشم دهن سرویسا و اماد فهمید که لعنت من داره جدی میشه واقعا دارم خفه میشم اومد دی سمت من شنا کرد من از این پشت اینجوری هول بده اینجوری داشتم هولش میدم رو به آب رو به هوا اینجوری من هول میدم من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود یه نفس میگرفتم میرفتم پایین از دور کلی آب میخورم. بعدن چیکار میکرد بعدن چیکار میگه یه جا دیگه پامون اصلا به زمین نمیرسید پامون به زمین نمیرسید اینجوری منو فشار میداد پایین من میرفتم زیر آب خودش میاد بالای نفس میگه حالا بعد من اون زمین نمیتونستم نفس بکشم اون پایین. بابا خود ترسیده بودم اسیری کشیدیم بچه‌ها اسیری کشیدیم ترسیده بودم عقل بده به من. آره شانس آوردی نجات پیدا کردی خلاصه. آره بذار بقیه داستانو بگیم بعد هیچی دیگه چی شد ما دید آقا وضعیت من خیلی خرابه اومد چی کرد رضا رو صدا زد رضا بیا رضا فکر کنم من و اماد اون وسط داریم شوخی میکنیم میگه آقا رضا جان رضا دو به شک بودیم وسط بیام نیام اینا دارن شوخی میکنن دیگه. آره بعد چی شد این وسط رضا یادی نه مسئله جدی رضا اومد سمت ما که اماد گفت آقا داد بزن کمک بگو اینا من که رضا
کمک صدا زد دیگه. رسوند. آره کمک ها رو رسوند. خلاصه اینقدر از صدای رضا، صدای رسای رضا ما واقعا رضا ما نهایت استفاده رو آره، بردیم. استفاده رو رضا کردیم. تو حق داری تا سال سال واسه ما بخونیم ما چی بهت نگی. گوشام میشید دیگه انقدر که من آب خورده بودم فلان میگم خدا نمیرم اینجا. به چه چیزای مزخرفی داشتم فکر می‌کردم. تا اینکه اینجوری شد و رضا از اون ور داد میزنه، بچه‌ها این ور داد میزنن، یه غریق نژاد از این ور میاد. از شانس خوب من حالا ببین اینجا غریق نژاد نبودش که همین امروز هم تازه اومده بودش، یعنی بگم چند وقتی بود نداشتن، تازه همین امروز یکی اومده بود. یه نکته وجود داره چرا امروز اومده بود، چون دیروز 5 نفر همینجا مردن تو دریا، غرق شدن. خیلی شانس آوردیم که امروز غریق نجات بود. از صدای ما رو که شنید سریع اومدن به سمت ما. دمشون گرم. مسئله بعدی چی بود؟ این داداشون داداش من نمیدونم ویدیو رو میبینی نمیبینم، ولی هر جا هستی همیشه تنت سالم باشه. حتی خواستم بیام اینجا ازت تشکر کنم، ولی آبزاد ما گفتش که من نهایت تشکر اینا ازش کردم و خودم از خجالتش در اومدم. بعد گفتیم که آقا بیایم اینجا بهتون نشون بدیم. آره اون داداشمون با یه دونه کایاک بود. آره دیگه تو بیهوش بودی با کایاک اومد سمت من، دیگه اون تایم من بیهوش بودم. اماد اینا داشتم میدن، اماد داد میزد وحید یه چی بگو. من حالا جنازه افتادم اینجوری. هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر واسم عزیز باشی. چاکرتم. میدونستم من خیلی رفاقت همش توی آب مشخص میشه. بشش به این رفاقت ببخشید بشش به این دریا، منظورم اینه. حالا واقعا ما شاشید به این نزو منو بکشم بده. کایاکو گرفتیم ما رو آوردن اینجا انداختن. یه نیم ساعت اینجا بودیم تا اورژانس برسه. اورژانس که رسید ما رفتیم بیمارستان و سرم و اینا زدیم، یکم حالمون بهتر شد، رفتیم لباس و اینا عوض کردیم، دوباره برگشتیم اینجا و مثل قاتل به صحنه جرم برگشته در لازم. قاتل که چه عرض کنم، من نقش نجات دهنده بودم، منجیت بودم. آره. اگه ویدیو رو دقت کرده باشی اماد روی برانکارد دراز کشیده و من داشتم نجات. اینو باید همونجا ول می‌کردم میمرد. حقش همینه. ولی واقعا پشمام میرسه تو منو نجات دادی، بعد تو سوار بر چیز بودی. خودش هم بود اینو رو ویلچر من گذاشته داشتم بودن. تو اینو رو آقا. ویلچر گذاشته بودن داشتن حالش میدادن. فقط خواست نه بچه‌ها دریا میاد خیلی مواظب باشید، واقعا آره. خطرناکه، واقعا نامرده، زیر پای آدم یهو خالی میشه. من هیچ خیلی وقت مراقب باشید بچه‌ها. هیچ وقت همچین تجربه نداشتم تا اینکه امروز همچین اتفاقی افتاد و دیگه پامون توی دریا نمیذارم. نمیذاری؟ دیگه نمیذارم. به اینجا؟ بیا یه ذره بیا. بیا یه ذره میخوام بریم. نه باش. به این داستان ادامه ندم. من اصلا دیگه یکی که کات کردی میبرمش تو دریا میندازم خودم میرم. یکی از الان فوبیای من شده دریا. بچه‌ها فقط خواستم تشکر کنم. اونو یه لحظه بگیر. گربه رو. این چه نازه. عین وحید ما اینجوری ملوسه. قربونش برم. رفتی به من داشت. مشکل بود یادت افتادم. دیدمش یادت افتادم. ولی از این دادن مثل گربه میمونم من. آره. نظر. از آب جفتم الان متنفر. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. یه تشکر میکنم از همون کسایی که اومدن بهمون کمک کردن خیلی که واقعا باعث شدن ما زنده الان اینجاییم. من واقعا دستبوس یک اونا. قربونت برم. میتونی به جای همه اونا دست منو ببوسی. ولی شخصیت‌های اصلی که اونجا بودن و خواهش میکنم. نجات هم قربونت دادن. برم. یه دونه اینه، یه دونه این رضا به جای ماست که رضا اون بره. اونم به جای رضا کله تو رو ماچ. فدای تو بشم دادا. یعنی این دوتا نبودن الان با یه اعلامیه من زده میشد دیگه. حالا آخر ویدیو یوتیوب بده حالا آخر ویدیو اعلامیه رو میزنیم. دوستتون داریم. ماش بهتون.